کسی که پیامبر صلی الله علیه و سلم را واخورد در حالتی که به پیامبر صلی الله علیه و سلم ایمان دارد و از دنیا مسلمان وفات کند و صحابه هست. من لقی النبی صلی الله علیه و سلم مؤمنا به و مات علی ذلك. سه شرط است. کسی که با پیامبر صلی الله علیه و سلم واخورد، کلمه واخورد بهتر است از به جای کلمه بیند، برای آنکه بودن شخصیت های نابینا مانند عبدالله ابن ام مکتوم و غیره از صحابه های نابینا که آنها صحابه حساب میشن، حالان که با چشم سر جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم را ندیدند، اگرچه با آغوش گرفتند، اگرچه سلام علیک کردند، در نزدشان نشستند، ولی ندیدند جمال جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم را، لیکن آنها صحابه حساب میشن. من لقی النبی صلی الله علیه و سلم، کسی که پیامبر صلی الله علیه و سلم را واخورد، مؤمنا به، در حالی که مؤمن باشه. مثلا ابو جهل واخورد، ابو لهب واخورد، ولی آنها ایمان نآورد. مؤمنا به و مات علی ذلك، هم در حالت ایمانش واخورده باشد و هم از دنیا مسلمان وفات کرده باشد. همین سه شرط اگر در کسی یافت شود، او به مرتبه صحابه و به شرافت این نوعی طایفه مردم که بعد پیغمبرها بهترین انسانیت، بهترین فرزندان آدم حساب میشن، اینا شخصیت هایی که چشمهاشان چشم جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم را دید و واخوردند و برایشان هم صحبتی نصیب روزی گردید.